سلام، سرخط خبرها. آلمان اخراج پناهجوی تاجیک را به تأخیر گذاشت. مهاجران تاجیک گفتند در کره جنوبی روزی تا $100 آمریکایی کار میکنند. دو فرمانده جبهه مقاومت را طالبان در اندراب افغانستان کشتند. برف شدید و هوای سرد روزهای تجلیل عید میلاد مسیح در غربی ایالت نیویورک آمریکا حیات کمش 27 نفر را از بین برد. روز 26 دکبر منصبداران شهر بوفالوی ایالت نیویورک تاکید کردند که ساکنان تلاش دارند خانه و مالشان را از زیر برف بیرون کنند. سر از 24 دکبر در بوفالو بیش از 1 متر و 27 سانتی متر برف باریده است. بر پایه آمار رسمی شماره فوتیدگان به 27 نفر برابر شد. جسدها را اکثرا در کوچه و ماشین‌هایشان پیدا کردند. در بعضی منطقه‌ها پاکسازی کوچه‌ها با مشکل مواجه است، زیرا بسیاری از رانندگان ماشین‌هایشان را در راه‌ها پرتافتند. آلمان اخراج پسر یک نماینده مخالفین را به تأخیر گذاشته است. به قول نزدیکانش مقامات آلمان اخراج پسر شمس‌الدین سعیدوف عضو حزبی در کشور ممنوع نهضت اسلامی را از اروپا به تاجیکستان موقتاً به تأخیر گذاشتند. قبلا نمایندگان مخالفین از آن ابراز تشویش داشتند که عبدالله شمس‌الدین 13 دکبر به تاجیکستان فرستاده و احتمال در آنجا شکنجه و زندانی خواهد شد. حامی حقوق فرهاد آدینایف میگوید در پی مراجعت وکیل اعتراض مخالفین و همکاران آلمانی عبدالله شمس‌الدین استردادش موقتاً بازداشته شد. مقامات آلمان به طور رسمی مسئله اخراج پسر فعال حزبی در تاجیکستان ممنوع نهضت اسلامی را شرح ندادند. شمس‌الدین سعیدوف پیشتر گفته بود که مشکل از آن آغاز شد که پسرش سری وقت خود را در اداره مهاجرت ثبت نام نکرد. خود شمس‌الدین سعیدوف ماه ینوری سال 2018 در غیبش در تاجیکستان به 15 سال زندان محکوم شده است. درخواست پناهندگی در سال 2022 در کشورهای اتحادیه اروپا 50% زیاد شده است. به اطلاع رهبری آژانسی عاید به پناهندگی در اروپا نینا گریگوری در 10 ماه اول این سال به کشورهای اتحادیه اروپا 800,000 درخواست برای گرفتن مقام پناهندگی پیشنهاد شده است. این آمار 54% بیشتر از سال گذشته بوده است. این افزایش از حساب آمدن گریزه‌های اوکراینی نیست، با آنها فقط مقام حمایت موقتی داده می شود. بیشتر از همه برای گرفتن پناهندگی شهروندان سوریه، افغانستان و ترکیه درخواست پیشنهاد می کردند. معلوم نیست که چی تعداد از شهروندان روسیه سال روان خواستار پناهندگی شدند. اتحادیه اروپا قبلا اعلام کرده بود که امکان دارد بر روسیگی‌هایی که در کشورشان تعقیب و تهدید می‌شوند روادید بشردوستانه داده شود. اکثریت می‌خواهند در آلمان پناهنده شوند. تنها در ماه نوامبر 190,000 نفر از این کشور درخواست پناهندگی کردند. در جای دوم فرانسه قرار داشته است. کشوری که پناهجویان در آن زندگی کردن نمی‌خواهند مجارستان بوده است. یک گروه از مهاجران تاجیک که در کره جنوبی به جنگلبری مشغولند میگویند روزی تا $100 آمریکایی معاش میگیرند. آنها با ارسال نواری بر رادیو آزادی از شرایط کارشان صحبت کردند. مهاجران میگویند شرایط کار و معاششان چند برابر خوبتر و بهتر از روسیه است. کره جنوبی یک کشور است که چند سال اخیر مهاجران تاجیک تلاش کار پیدا کردن در آن را میکنند. بر اساس حساب‌های گوناگون از 4 تا 5 هزار مهاجر تاجیک در این کشور کار و زندگی می کنند. خیر محمد خیرخواه و غازی مرادی دو فرمانده جبهه مقاومت ملی در منطقه اندراب ولایت بغلان افغانستان کشته شدند. منطقه اندراب ولایت بغلان طی 2 روز اخیر صحنه درگیری‌های سخت میان افراد جبهه مقاومت ملی افغانستان و جنگجویان طالبان بوده است. رهبر جبهه مقاومت ملی افغانستان احمدی مسعود شب 26 دکبر در بیانیه‌ای در فیسبوک نوشت شماری از افراد جبهه از جمله چند فرمانده را در راه دفاع از آزادی از دست دادند. احمد مسعود در ادامه گفته است از مبارزه دست نمی‌کشند و راه آنها ادامه می‌یابد. رسانه‌های محلی به نقل از منبع‌ها در جبهه مقاومت ملی نوشتند دست کم 20 نفر از مقاومتگران از سوی طالبان کشته شدند. به نوشته رسانه‌ها خیر محمد خیرخواه اندرابی و چند نفر از افرادش صبح 26 دکبر پس از درگیری طولانی با نیروهای طالبان در منطقه تغانک در ولسوالی یا ناحیه پل حصاری اندراب کشته شدند. تلویزیون یامو از کشته شدن نزدیک به 30 جنگجوی طالبان در اندراب خبر داده است. بخش‌های از ولایت پنجشیر، بدخشان و تخار نیز
پیش از این صحنه درگیری‌های سخت میان طالبان و جبهه مقاومت ملی بوده است. گروه طالبان با کشتن ده‌ها تن از مردم با گمان طرفداری از جبهه مقاومت در پنجشیر متهم شدند. قصر فرهنگ و مرکز اطلاعاتی شهر باختر به نام علاءالدین عبداللهیف هجونگار شناخته تاجیک گذاشته شد. از حکومت شهر باختر بر رادیو آزادی گفتند که قرار مجلس وکیلان شهر باختر امروز 27 دکبر قبول شده است. علاءالدین عبداللهیف هنرمند و هجونگار شناخته تاجیکستان 17 فوریه امسال در 57 سالگی درگذشت. بعضی از همکسبانش گفتند از فشار بلندی رنج می‌کشید. پزشکان گفتند از سکته قلبی درگذشت. و بانک ملی تاجیکستان قربی 1000 روبل روسی را 147 سامانی، 1 دلار آمریکایی را 10 سامانی و 20 دیرم و 1 یورو را 10 سامانی و 84 دیرم مقرر کرده است. معمولا قربی رسمی بانک ملی از قربی اسعار در بانک‌های تجارتی فرق می‌کند. برنامه ما به پایان رسید و اخبار بیشتر از این را در صفحه‌های رادیو آزادی در توییتر و تلگرام، فیسبوک و اینستاگرام و یوتیوب و تیک تاک پیدا کنید. شما را ساعت 17 به وقت مسکو و ساعت 19 به وقت تاجیکستان در برنامه اخباری آزادی انتظاریم. خدا نگهدار.